در این هفته حادثه بسیار بزرگی در هرات افغانستان اتفاق افتاد. شهادت عالمی که محبوب همه مردم بود، خطیب شهر بود و مردم نسبت به این عالم یک عشق و یک محبت خاصی داشتن. جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمه الله مظلومان شهید شد. واقعا جای درد هست و رنج هست که این گونه ما میبینیم در این کشور همجوار ما، در کشور عزیز که قیام مردم اول به خاطر اعلاء کلمت الله بود، برای لا اله الا الله بود، برای اینکه ظلم و فساد از بین بره، ولی هنوز به نام مسلمان این نوع مفاسد انجام میگیره. این ظلم ها، این نوع قتل ها هیچ نوع مشروعیتی ندارد. اینایی که بالاخره با هم دیگه اختلافاتی دارن، مسلمانان از ابتدای این اختلافات بوده، از اول این اختلاف سلیقه بوده، اما به هیچ وجه خون مسلمان را این مسائل، این اختلافات جایز قرار نمیدن. یکی از پدیده های زشت همین ترور هست و کشتن انسان ها هست و کشتن مسلمان اونقدر خطرناک است. حدیث معروف حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه، مفتی صاحب هم یادآوری کردن که حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه میفرماید یک کسی بود در جنگ و در جبهه جنگ که همیشه مسلمانان را از بین میبرد، هر جا حمله میکرد و مسلمانی را میکشت و من مترصد شدم، در کمی شدم که این دشمن مسلمانان و این دشمن خدا را از پای در بیاورم که این همه مسلمان را آسیب زد. وقتی که من موفق شدم شمشیرم را بلند کردم، لا اله الا الله گفت. منم متوجه بودم و احساس میکردم از ترس میگه، من هم زدم گردنش را جدا کردم، کشتمش. آخر به عنوان افتخار خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم عرض کردم یا رسول الله کسی امروز چنین کرد و من او را زدم. گفت اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، بعد از اینکه لا اله الا الله گفت او را کشتی؟ گفتم یا رسول الله او از ترس گفت. فرمود هل لا شققت قلبه، آیا قلبش را شکافتی؟ از درونش با خبر شدی که این منافق است از ترس گفته؟ منظور اینه وقتی که مسلمان لا اله الا الله میگه، اون لا اله الا الله خونش را، مالش را، جانش را محفوظ میکنه. اون مسلمان نباید کشته بشه مگر اینکه کسی که کشته، کسی که قتل کرده. لذا کشتن مسلمانان، هر مسلمانی یکی از بزرگترین ظلم های نابخشودنی هست که عرض کردم خلود در جهنم را به بار دارد. بالخصوص علمایی که در خدمت مردم هستند. الله عزوجل این عالم را، شهادتش را قبول بفرماید، در جوار رحمتش جای بدهد و به مردم مسلمان افغانستان، به مریدان و کسانی که از ارادتمندان این بزرگوار الله تعالی اجر و صبر بده. ما هم از اینجا همدردی خودمون را و همدردی شما مسلمانان را با اون ملت اعلام میکنیم. الله تعالی رحم بفرماید و اسباب امنیت را و اینکه برادر کشی و مسلمان کشی تمام بشه در افغانستان فراهم بیارد. دلسوزی امت بود فخر افغان رفت، مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت، مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت، صاحب مجیب الرحمن رفت. شخصی ربانی مشهور بنصاری، اشکم شد جاری آن ماهی تابان رفت، اشکم شد جاری آن ماهی تابان رفت. زعیم و رهبر بود در خاک و کشور، با لون احمر نزد آن جانان رفت.
دلسوزی امت بود فخر افغان رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت داشتن ثقافت آن قاطع بدعت هم با فتانت رهبری مایان رفت هم با فتانت رهبری مایان رفت محبوب دلها بود شمس العلما با نور و ضیا زیفیان حوران رفت با نور و ضیا زیفیان حوران رفت دلسوزی امت بود فخر افغان رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت کشورم در غم هست در سوز و ماتم قلب جرح و علم آن مدیر فان رفت قلب جرح و علم آن مدیر فان رفت داعی امت بود در باب دعوت ماندیم در ظلمت که او در جنان رفت ماندیم در ظلمت که او در جنان رفت دلسوزی امت بود فخر افغان رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت آرزو شهادت از آن رب العزت به آن نایل شد هم خوش و خندان رفت به آن نایل شد هم خوش و خندان رفت صادق شد غمگین هیچ ندارد تمکین کسوف کرد خورشید آن شاه خوبان رفت کسوف کرد خورشید آن شاه خوبان رفت دلسوزی امت بود فخر افغان رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن رفت مولانا صاحب مجیب الرحمن مولانا صاحب مجیب الرحمن این منظومه غمگین با فراق شهید مولانا مجیب الرحمن انصاری سروده شد با صداهای حافظ مجیب الرحمن مصلح بلخی و قاری حذیفه بلخی. شاعر و نویسنده صادق بغلانی.